سلام. میدونستین دستگاهتون چجوری کار میکنه؟ نمیدونست. هم بهتون ما اینجاییم که اصلا کلا این توضیحات رو بدیم که شما متوجه بشین که هر دستگاه چجوری کار میکنه. خدای کلی اون لایکه رو بزن، اون ارساله رو بزن، بعد ذخیره‌ش هم بکن. ما رو پشتیبانی کنی یکم ما هم دلگرم بشیم. تمام دستگاهی برودت یه سیستمی دارن. یک چیزی باید به اینا بگه که این موتور راه بیفته و این موتور تولید سرما بکنه، بعد بهش بگه من سردم شد، قطع شد، دیگه کار نکن. قدیمی ترین حالتشون، حالا یکم قدیمی ترین حالتشون ترموستاته. این وسیله یه نوکی داره، این سیم روش رو میگن بلو. ما به اینم میگیم نوک بلو. نوک بلو سرما رو میخونه و فرمان روشن و خاموش این دستگاه این موتور رو میده و باعث میشه که دستگاه سرد بشه یا سرد نشه. به این میگن ترموستات. تو 80-90% دستگاه‌های ساده این ترموستات وجود داره و یکی از علتهای کار نکردن دستگاه یا عدم سرمایه‌شون همین ترموستات. باز کردنش، تعویضش تخصصیه. اونایی که فنیان شاید بتونن انجام بدن ولی همه نمیتونن انجام بدن. یه کار تخصصی. این میشه ترموستات. تو یه سری دیگه دستگاه‌ها، حالا دستگاهایی که با کلاس شده، پیشرفته شده، یه سری برد داریم این شکلیه. یه سری برد داریم این شکلیه. یه سری برد داریم این شکلیه. یه سری هم برد داریم این شکلیه. همه اینا بردن. هیچ کس نبرده، اسمشون برده. این بردا وظیفه‌شون اینه که یه سری آیتم رو تجزیه تحلیل کنن، بعد به موتور دستگاه فرمان روشن و خاموش بدن. حالا یه سری دستگاه داریم ما هم یخچال هم فریزر. این بردا کارشون اینه که سطح یخچال رو یه بار بسنجن، سطح فریزر رو یه بار بسنجن، سطح سرمایش رو. این سرمایش‌هایی که سنجیدن، تست شد، اوکی شد، فرمان روشن و خاموش رو به این موتور ارسال بکنه یا ارسال نکنه. تمام این عملکرد میشه یک سیستم برودت. شما توی سیستم برودت چه موتور، چه سیمکشی ارتباطی، چه این بردا ایراد داشته باشه، عملاً سرمایش ندارین یا اینکه دستگاهتون تو حد نصاب کار نمیکنه. اگر توضیحی خواستین، اطلاعاتی خواستین، سوالی هم داشتین، کلمه برد رو دایرکت کنید، من در خدمتتون هستم.